سلام، دوست داری جلوتر از آینده باشی؟ همه ما میدونیم که هوش مصنوعی تو انواع اقسام کسب و کارها وارد شده و تونسته جایگاه خوب بینشون پیدا بکنه. اما توی ماشین گرافیک چطور؟ مطمئنا همه شما حداقل یک بار به این موضوع فکر کردین که اگر هوش مصنوعی بتونه جای ما رو بگیره چه اتفاقی میفته. اما باید بهتون بگم که این تصور کاملا غلطه. مثلا اینکه هوش مصنوعی یک ابزاره و یک ابزار نمیتونه جای انسان رو بگیره. اون فقط میتونه ما کمک بکنه تا آثار بهتری رو خلق بکنیم. اما به شرط اینکه کار کردن با این ابزار رو بلد باشیم. حالا چطوری؟ من توی این دوره بهترین ابزارهای هوش مصنوعی که برای ساخت ماشین گرافیک نیاز دارین رو بهتون یاد میدم تا بتونید یک قدم از کسایی که هنوز این ابزارها رو بلد نیستن جلوتر باشید. پس اول دوره آموزش سایت فیبل هست که شما میتونید به صورت آنلاین ماشین گرافیک بسازین و با اعضای تیمتون در ارتباط باشین و به صورت گروهی کار بکنید. فصل دوم دوره پلاگین های مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که توی خیلی از زمینه‌ها میتونن به ما کمک کنن و کارمون رو راحت‌تر بکنن. و فصل سوم دوره آموزش سایت های هوش مصنوعی هستند که میتونن توی زمینه موشن گرافیک خیلی بهمون کمک بکنن و خیلی جاها کار ما رو آسان‌تر میکنن. پس توی دوره منتظرتونم.